تارنمای مستر موویز تقدیم می کند. یکی نبود غیر از خدا، هیچکی نبود. چرخ می گشت و کارش غیر کلک سازی نبود. هیچکی از گردش این چرخ فلک راضی نبود. توی دنیا 2-3 شهر بود و دیگه هیچی نبود. خارکنی بود توی یک شهر که با اون پشت دو پسر داشت و خونه خارکنه یک زن، اما چی زنی؟ گردو و پاردم سابیده برق بلا. الهی گور به گور شی، از پیش چشمم دور شی، الهی بیشوهر شم، راحت ز درد سر شم. پسر اول اون ساعت کارش مسگری بود. جون میکن صبح تا غروب فکر کار مشتری بود. ای دیگ بساب و پاماش جون بگردون آب بچرخون کوره را به در جاشون شه عمر و جوونیت حروم شه. پنبه میزد پسر دیگه، کارش سرسری بود. بی خیال بود و تو گویی که ز عالم بری بود. ای پنبه 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 لوگر شد این شکمبه از شنبه تا هفت شنبه زیب پنبه زیب پنبه اوزام خرابه اوزام دیدم کبابه اوزام زیب 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 پنبه زیب 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 پنبه. کجایی؟ بیا اینجا ببین. چی میگی؟ میشه مگه یک دقیقه راحت بشی؟ بازم داری پول و پله دست خالی اومدی؟ بله. بله و بلا مگه چند میشه خورد؟ نکنه جیب بره پول لذت و برد. به خدا کاری کنم کار زود. جوش نخور، مرغه رو از من بسون. این چیه؟ قط 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 مرغه. چه چاق و چله کاش میدیدن همه اهل محله. بابا گناه داره، بذار بمونه بیچاره. ایشالله صبح زود خودم میرم سرش رو میبرم. باشه منم فردا نهار این مرغ چاقو میخورم. اگر که از نون خالی بدم میاد و دل خورم، به عشق مرغ امشبم نونای خوش رو میخورم. امشب زبونش کوتاه کوتاه. الحمدلله الحمدلله راحت شدم من از ناله و آه. الحمدلله الحمدلله.
چه مرگشه مرغه که قد میکنه؟ چه میدونم قد بی خود میکنه. عید اومد و من لبارم یه مشرفه و یه تاس نداره، با یه قریف پاره میرم به هموم، خنده داره. بذار ات بگم بدون به این لبم رسیده جون. آخه تو هم مثل همه از سر جات بخور تکون. به جای آب و نون داری برام 2.5 زبون. خلاصه میرسیم به همین خطه با اینم. روز بخیر آل میرزا شمعون. چی میگی؟ واسه چی باز تو دکونم اومدی؟ نکنه باز اومدی پول بگیری؟ پولو با حقه و بامبول بگیری؟ نه جونم پول نمیخوام، حوصله کن، اهل شستی ده بیا معامله کن. وای خدا تخم طلا. خب چه عجب اومدی این طرفا مشت رجب. میرزا شمعون ببینم از ما اینو کم میخری، چون تو از کاسبای دیگه بابا خبره تری. سنگ فلز لیل عجب. از کی خریدی مشردم؟ یه مرغ دارم تو خونمون تخم میکنه تو لونمون، صوبی تخم زرد گذاشت که زرق و برق خوبی داشت، برداشتم و آوردمش جای دیگه نبردمش. کم میفروشی؟ هر چی بدی، هر چی بخوای، هر چی بگی. مال توه، اسمشو بذار صداش کنم، یه چیزی بگو تا فکری از براش کنم. آخه چی بگم؟ اول داشت رو پاش کنم. آره دست شما درد نکنه آشمعون، خیلی از این لطفی که کردی ممنون. بازم اگه که تخم مرغی داری میخرمش جون تو مایه کاری. لطف شما کم نشه. عزت زیاد. احمقه و کودنه و بی سواد. این چی بود بابا خریدی گرون؟ هیچی نگو تو روغن نونمون، اون تو خونش مرغ سعادت داره، تخم طلا رو فقط اون میذاره. مرغ سعادت چیه؟ مرغ بخت، کلشو خوردی میشینی روی تخت، سنگونشو اگه بخوری شب به شب کیسه پول زیر سرت لب به لب. نون آوردم برات، خرمه آوردم برات، سفیدابه همون سرمه آوردم برات، یل آوردم برات، شلیت خریدم برات، 4 قد قالبی قدیفه خریدم برات. رجب جون پول از کجا آوردی؟ دندون کیو شمردی؟ این همه جنس خریدی؟ نکنه که چی بریدی؟ دیروز کارم کساد بود، امروز بارم زیاد بود، بردم خارو تو بازار دادم دست خریدار، تا پولو داد پریدم این جنسا رو خریدم. بساط زود علم کن دیگه برنج و دم کن. بعد آفرین چه کردی؟ الحق که مردی. خارکنه تخم طلا بس که فروخت دارا شد، کم کمک توی صف مردم اعیان جا شد، همه درهای سعادت به روی او وا شد. الغرض این بابا هم واسه خودش آقا شد. موقع از تخم دیگه رفت، از سر جاش پا نمیشد،
فکر حج بود و واسش هیچ جایی اونجا نمیشد. خارکن رفت سفر، همسر او راحت شد، پول او خرج زر و زیور و یا خلعت شد. سر سال پولا همش خرج عطینا شده بود. کار این زن همه جا ورد زبونا شده بود. دیگه روی زنه با سعد و سعید وا شده بود. خونه بدتر ز جهنم واسه اونها شده بود. سلام علیکم. سلام و در، سلام و کوف. ای بچه های لندهور، از دستتون زله شدم، از کار و زحمت زیاد والا فنا فله شدم. نه ترس داداش، هوا تو دارم. هرچی میگم پول بیارین، آب نداریم، نون نداریم، گوش نمیدین، انگار کنین. رو راست بگین بی بخاریم. دیگه داره زیاد میگه. بابایتون به تونتون گذاشته و رفته سفر، سربار من شدین شما. بشور و بمان، بخر و بپر. انگار شما ها آقایی، منم شدم کنیزتون. محال دیگه خر بشم، نه به جون عزیزتون. برین به فکر کار باشین، فکر شما نهار باشین. آب نمون کردی داداش. شهید جان شهید، زن بابامون چرا به ما همش یکی زیاد میگه؟ از دهنش حرفای زش هرچی که در میاد میگه. به احترام بابامون بیا جوابشو ندی. پرده داری نکن داداش، والا بدی، بلا بدی. به خاطر بابا نبود ما اینجا بند نمی شدیم، گرفتار این حرفای چرم پرن نمی شدیم. چطور دوتایی با هم از این دیار فرار کنیم، بریم یه شهر دیگه و وایسیم یه گوشه کار کنیم؟ نه جون من، نه عمر من. یه ریزه صبر داشته باش، خبر نیومد از بابا یه فکری میکنیم. سنال بده آش و هم خیال بود. آشم اون بیبی خانم چه عجب، چه خبر؟ رفته زیارت بارجم. شنیدم از یکی از همسفراش مرده و رفته لای دست باباش. چی میگی؟ مرده؟ آره شک ندارم. بد نشد، پس دیگه جور میشه کارم. چی شده؟ فکر کی هستی؟ ننه جون، من برات محرم رازم شمعون. بگو هر کاری باشه میکنم، هر کاری تانون و آشین میکنم. ننه جون قربون دم، حیرون دم، آتیشه سر قلیون دم، عاشقه دوتا چشمون دم، یک کاری دارم بکن چاره کارم. بگو ننه، بگو چی کار داری باها؟ بیا بپز یه آشی برام، هرچی بخوای بهشت میدم. گوشتو بیار جلو بگم. یه چیزی تو سینم دلاتی افتاد. ای داد و بیداد، برس بیدادم، برس که مردم. انگار یه مرد دیلم زد تو سرم با تخمم. چجوری بگم که دا شد که هیکلم ولو شد؟ الان با یه نباتا، با جوش شیرین و زا، با اینقدر جوشونده که روی تاقچه مونده، خودم حالت میارم. بولنجونم که دارم، بولنجون و سولنجون، میدم بهت یه فنجون. زود میکنه افاقه، همش توی اتاقه. الهی خیر از جوونیت ببینیم مادر، خدا میونه جوونا علمت کنه. مرغم چی داری؟ زلیل بمیره، یه دقیقه مگه آروم میگیره؟ این
رو شوورم آورده. شوورت کجاست 5 ماه مرده؟ حیفه که زنی با این وجاهت باشه تو خونه نره سیاحت. بس خونه نشستم هی زربارشان پینه بسته دستم. از مرحله پرتی چون که در رو بستی واکن در رو واکن دنیا رو نگاه کن. چند روزه عمر رو خوش باش و صفا کن. زلفای گلابتون 1000 تا بیقرار داره. این ابروی مثل کمون 1000 تا خواستگار داره. دلت میخواد گول و پله؟ آره مادر، بله بله. میخوای درای از این تله؟ آها بله بله. یه مردی هست که پول حجرش میون بازاره. میمیره واسه یه خوشگلا. سنش چقدره؟ ای بلا خیلی پیره نجم. بیا و قدرشو بدون یه شام خوب بپز براش. یه خورده گپ بزن باهاش. به سال بره رامش رام یه لقمه شامش. تو دل ز شام شب بکن هرچی میخوای تیغش بزن. وای خدا چی کار کنم؟ چه حقی سوار کنم؟ چی بپزم برای اون که در نیاد عذاب گرون؟ مرغ بگیر و سر ببر لای پلو. خب داداش جون چه کنیم؟ بزن بابامون چی بگی؟ پر درد دلمون این قصه رو با کی بگی؟ جون تو من که دیگه بر نمیشم تو این خونه. به گمانم خبریست بساط سفره میزونه. بازم امشب نکنه مهمونی داره زن بابا. چه بوی خوبی میاد. اوهای داداش بیا بیا. غذاری که میبینم ترمز نداره تنم. به 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 به. چه رنگی، چه رویی، چه بویی داره این مرغ. چقدر داغه، چه رویی داره این مرغ. آهای برادر، به پا برادر، که زن بابا ببینه به پا میکونه محشر. ولی گوشنمه آخه. یواشتر نزن دست به این بر به اون بر. بیا سنگون اون مال تو مال من این سر. چه بهتر چه بهتر. سلام به روی ماه سرگار. خوش اومدین. چطور حال سرگار؟ به لطفتون حالم خوبه. بفرمایید. کسی که نیست؟ نه هیچکی نیست. چه بهتر. سرشک خوب یارو رو شناختی؟ شمعونه. از شمعون نودولخوره که میمونه. میمون چیه؟ چی بگم؟ که مهمونه. با زن بابا چی کار داره؟ نکنی شوهر بیار داره؟ کفن بابا خوش نشده خوشی زیر دلش زده. دلش شوهر میخواد خانوم. آقا بالا سر میخواد خانوم. پس ما برگ چغندری؟ ما لوتیه بیانتری. عطر میخوام ریخته با ریخت از اینجا. عوضش اون چه میخوام هست اینجا. با چه بوها میکنه حالو خراب. من
زدم به خودم عطر و گلاب. با چرا هرچی میشم ندارم. گشنته؟ خیلی؟ همین الان برات شوم میارم. بریم از این خونه. چیکار کنیم؟ بریم. بیا بریم. کجا بریم؟ میریم به سوی سرنوشت. هرچی که از کریم نوشت. چی پختم به خدا؟ کی بخوره بعد شما؟ آخ قربون دست شما، اون چشمای مست شما. کو سنگدونت، کو گردنت، از میخ نداشتی هر دو را یا این که رندون خوردنت؟ چی شد؟ چرا پکر شدی؟ رب از یادت خندیدنت. دست ننت درد نکنه تو هم با مرغ آوردنت. این مرغ که توی بشقابه هم بال داره هم اون داره. بله ولی میگن که مرغ کله داره سنگدون داره. کو کله و کو سنگدونش، مونده فقط شیلیکدونش. خانم خبر نداره که مرغ سر نداره. نر قورا نمیدونم چی میخوان از جون من. آبروی منو بردن جلوی مهمون من. خان داداش جون بیا ببندیم. چی ببندیم؟ بریشه همه دنیا بخندیم. خب بخندیم. هری 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 هش قش قش هری 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 هش قش قش. آق داداش بی بریم زن بگیریم. زن کجا بود؟ تو نمیخوای واسه من بگیریم؟ چی نوشته؟ نوشته یک گرد یک فنر با هستی. نه خان داداش نوشته اگر یک نفر هستید از هر راهی عشقتان است بروید. اما اگر دو نفر هستید از یک راه نروید. خطرناک است. خطور یعنی چی؟ چه میدونم حتما یه چیزی هست دیگه بده. من از این بر میرم تو از این راه. آره والا ما رو یادت نره سعید آقا. ماشاءالله. نوالو چه رد کو بیا. اگر باره گران بودیم و رفتیم اگر رو مهربان بودیم و رفتیم حلالم کن خان داداش. حلال از جفت تیله.
ای وای چقدر اشرفی اینجاست. یکی پولدار شدم آخرش این بنده تکیزه. ای سر کجایی که ببینی چی آوردم؟ یک عمری که باختم ولی این دفعه بردم. خدایا چی دارم میبینم؟ عجب شهریه. چرا اینا سیاه پوشن؟ یکی نیست به من غریبی جایی نشون بده. از کجا میایی؟ از شهر بفا. بهر چه گرد آمدن مرد و زن؟ میتوانی گفت علت را به من؟ گوش کن تا گویمت این سرگذشت. حاکم ما شد مریض و درگذشت. آمدند اینها که از روی حساب حاکم تازه نمایند انتخاب. بر سر هر کس نشیند حاکم است. حاکم ما کیست؟ یزدان عالم است. برو بالا. در بازی اول نمی‌کنه. نشست بر سر اون جوونک. ببینم با حالش درسته؟ پرنده بر سر یک تن نشست. حکمران ماست او. هر کس که هست. هر کس که هست. او که یه غریبه است. این حاکم ما. قیافه‌ش نگاه سرد و خوش چه درخواست نمیارزه. عجب چندر خوبیه. فروشنده هم میخری سرور؟ خب چون توی بیگانه در این شهر ما، میپرد از نو پرنده در هوا. در نشیند بار دوم بر سرت، حاکم مایی و ما هم چاکرم. چیز عجیبیه، باور کردنی نیست. مردم شهر، این خود از لطف خدا. شهر ما را این جوان فرمان روا. از گرسنگی وایده اشرفی چیه؟ خوش شدم از تشنگی وایده اشرفی چیه؟ کاشکی این اشرفی ها نون بودن و پنیر بودن، یا تمام کیسه ها ماز بودن و موسیر بودن. بعدا میخوام طلا چیه؟ مگه طلا رو میشه خورد؟ شبیه کیسه اشرفی مگه اینا رو میشه خورد؟ من بیچاره مردم، یکی نگفت عاجزی، اینو بگی خلال دندونت گفت. فرمان روای بزرگ ما را چه می شود که ملول و افسردن و سر به جیب تفکر فرو بردن؟ والا آری آزردم، افسرده به خاطر برادری که به دست قضا و قدرش سپردمدی.
ای کاش از او خبری داشتندی، آن وقت خاطر آسوده تر داشتندی. نمیدانم کجا و در چه حال است. آیا آسوده خیال است یا اسیر رنج و ملال استی؟ مردم، من پس پیاده را رفتم، پاهم آش و لاش شده. آب میخوام، غذا میخوام. اگه تو توبرت نون داری این قضیه نون سیاه میخوام. معلوم میشه که گشنه‌ای، راه اومدی و تشنه‌ای. یک کاسه شیر گرم دارم. باشه، رو چشمم میذارم. این اشرفیان باعث دردسرم شده. تا کی باید حمال این اشرفیان باشم؟ قربون دست. بازم میخوای یا بستتی؟ خدا بهت عوض. کجا میری؟ چی میخوای؟ من از یه شهر دور میام، پر از تاور شده پا، همش پیاده اومدم، خسته شدم، مونده شدم. چقدر راه تا آبادی؟ حالا که پول بشم دادی در عالم برادری نبادا اونوری بری. چرا؟ مگه خطر داره؟ آره، برات ضرر داره. اونجا یه قصر عالیه و پا نبادا خل بشی به قصر رسیدی شل بشی. هر کی رسیده اون تو پاش در اومده بابای باباش. آهای ببینم اویا بیدار، خوابیا بیدار. چیه بی بخور؟ مرگ یه وقت نری بی خبر، نزنی به در نری اونورا. واسه چی چرا؟ توی قصد بری مثل من میشی، آسپاس میشی، بی حواس میشی، بی کلا میشی، بی لباس میشی. چی میگی دادا؟ اون من یواش یه زنی تو قصر، این بخت و نصر. چند تا خوشگلم، آفت دلم. تا که پول داری خر و سواری، تا کشید پولت میکنن کولت میبرن. بعدی بی ادب دم پله ها صاف میدن ولت. چرا معطلی؟ اگه آخری توی قصد نرو، برگرد و برو. من میرم تو قصد پیش بخت و نست تا بینم کیه، منظورش چیه. پس تو هم رفیق مثل من خولی، دنبال دلی. خب برو ولی فرداست که تو رو بندازه بیرون، این خطا نشون میرسیم به هم. گفتمت بدون. برو بی تو بو. این چی آویزونه؟ این جایی زمخ مگه با شما چی کرده؟ داغ دلم تازه میشه. صحبت مردا رو نکن، اونا همه بی صفتن. کشتی اونها رو نکن، هر بلایی اومد سرت بدون که کار مرده. بازم میپرسی بی خودی جنس زمخ چه کرده؟ مردا بدن، اینقدر وفا ندارن با جنس. سعید و من از بچگی با همدیگه بزرگ شدیم. انقدر بودیم انقدر شدیم. با گشنگی، با تشنگی، در به دری، خاک تو سری شریک بودیم، رفیق بودیم، انیس بودیم، مونس بودیم. خدا ببخشه بهتون، خدا ببخشه بهتون. حالا که از لطف خدا صاحب دنگ و پنج شدیم، شیک شدیم، قشنگ شدیم، دلم میخواد که خانداداش اینجا باشه، با ما باشه. قربان، اگر که اسمشو یا رسمشو یا شکلشو به ما بگین،
ما چند نفر یک سوار به این دیار به اون دیار روونه کرده، هر کجا باشه پیداش میکنیم. الحق که تو شعور داری، کمال داری، ثبات داری. ببین جونم، خانداداشم که من خودم فداش بشم، نه تو بشی. دو چشم داره، دو پا داره، دماغ داره، دو گوش داره، یه عالم عقل و هوش داره. اسمش چیه؟ اسمش سعید. قدش نشید، توپل مپل، یه ریزه خول، زبر و زرنگ، مثل فشنگ، شوخ و شنگ، بگو بخند، بکیر و ببند. هم از ها باشه، اگه تو صحراها باشه یا که روی هوا باشه، پیداش کنن، بیارنش حضورتون، حضور زی شعورتون. برو ببینم، بچم جونم، دلم یه ریزه شد براش. پوست تو الان قلفتی، گشتی تو صحرا و تو دریا و تو کوه و کمربند اما رام نگشتی. آخه من اون نون بود و سگ خوردش و رفتش، یا ماهی دریاست چطور نمیشه گرفتش؟ حالا که چنین گشت و چنان شد، این خاطر ما بس نگران شد. برمیکشم این گیوه و میرم به سراغش، هر جا باشه من غلامش. فکریست پسندیده ولیکن بگذارید اسباب شکار باشه به همراه، شاید بزنم چیز درشتی واسه شام. قشنگ من، ملوس من، عروس من، کی زد تو رو؟ ایشالله دستش بشکنه. دستم مال منه، هرچی که دستش بزنه شاپره نیشش میزنه. چه قدی و چه قامتی، چه هیکل قیامتی، چه صورتی. تو میدونی که اون کیه؟ گمان کنم دلت اومد پرنده بی آزار رو شکار کنی. شمام اگه گشنه باشی میدونی باهاش شکار کنی، حتما باهاش شکار کنی. پس گشنتی؟ هم گشنم هم کارت چیه؟ کارم خانم جون مسگری. تو مسگری؟ جوون به این دلاوری؟ اصول دین نپرس دیگه، مگه کسی به تو میگه اسمت چیه، رسمت چیه، مال کجایی خوشگله؟ من اهل شهر مهتابم، رقیب ماه و آفتابم. خوشگل خانم دلم براتون بیتابه. بابات کیه، کارش چیه؟ تاجره، همیشه به سفر میره. خب برم که گشنمه. این ما مگه نگفتی گشنم؟ گشنم که بود، حالا یه خورده تشنه. زیاد بخور. ای دایدم، از کو دلم؟ چی شد دلم؟ این دل مگه میده بلم؟ وایسه بینم دلم کجاست؟ حتما تو چشمای شما. دلمو بده، دلمو بده. ای وای خدا، درست اومده. منم دلم پیشت گروست، انگار وجودم محو توست. ای دلارا، هرچه تند و تیزه توی شراب اون جوان بریزه. اینقدر مست میشه و میخنده
که سنگدون از حلقومش میپره بیرون. ما مبادا سنگدونو زودتر از 2 ماه بخوریم که هم خطر داره و هم ضرر. در یک جای امن قایمش کن. ممنونم مادر، ممنون. حالا برو مستش میکنه. مست بدبخت شدم. پولام چی شد؟ کدوم پولام؟ شبیا من میدونم میسوزه کجا کپال جون، نگفتمت که در میاد بابای بابا کپال جون. کوله باز ها گرفتم. اشرفیان گرفتم. دیدی داداش نگفتم؟ آره بابا تو گفتی. نگفتمت که به پا تو دغمسه میفتی؟ تو گفتی شنفتی؟ خدا برای هر دوتامون ساخته، تو مفلسی و من به هم پای فاخته. خیلی خدا بز باش باخته. سزای این همه گستاخیت را کف دستت گذارم من. نه بابا، بگیرید و ببندید و شمالان خانم جان بکشیدش. عزیزم باز میایم سراغت که
بگیرم بر لبم لبهای داغم. امید دیدار. مردم اگر بسلوخی. یاهو اگه مردی وایسا. به چه حق هر جا میرم و هر جا میام چوب میزنی زاغ منو ول میدی باغ منو؟ به چه حق موی دماغ ما شدی و بلا شدی به جون این جوون؟ چرا؟ این جوون مسخره سرش باید رودار بره. غلطهای زیاد نکن، اون چشماتم گشاد نکن، گردن نگیر و باد نکن. من چاکرم، من نوکرم، من عاشقم به موی تو، به روی تو، به اون گیس گلابتون، به ابروهای چون کمون. کم بزن برو بیرون. اشیر فدای اون عدات، اشیر به قربون صدات، اشیر فدای اون چشات. انقدر نکن دلمو کباب، مرگ من بده به من جواب. مگه میره تو مغز تو حرف حساب؟ بدم میاد از ریخت تو عالی جناب، اینم جواب. حالا که اینجوره منم الان میرم یه آش براتون میپزم پیش امیر. برو بمیر. بهت نشون میدم کیم، بهت میگم که من چیم. هر کار دلت میخواد بکن، از دست تو هر کار که برمیاد بکن. باشه این خچین نشون، اینم کلاه درویشون. پس چرا لال شدی؟ حرف بزن. آنچه به من گفته اشیر، آنچه شنیدم چه بود؟ راست بود یا که دروغش؟ پدر، عاشق آن مرد شدم من. که تو عاشق شدی ای خیره سر؟ ولی عشق گناه نیست. اسیر؟ اسیر بی عرضه؟ آن مرد جوان را سکه زنجیر نکردید؟ به چنگ آورمش زودتر از آن که تصور بنمایید. بگیرید و بیارید که بردار بیاویزم و این قصه شود عبرت ساگر مردان. پدر، دور شو از پیش نظر. قبله حالم به خدا پانوی من نیست، گناهکار نباید بگذاری که اشک از نوک مژگان بفشاند به رخش، راحت و آسایش از او دور شود. گریه کند تا که دگر کور شود، کور شود، کور. بذار ببینم اونجا چی شده؟ دعوا شده؟ مالمو میخوام میراث بابا. میزنم تو رو، میکشم تو رو. نه بابا احد بپا اوهو. آی جوونا، علت دعوا چیه؟ حرف حسابی شماها چیه؟ ما 2 نفر بچه های شمعونیم، وارث املاک و پولای اونیم. هر کی بوده بین ما قسمت شده. این 3 تا چیز اسباب زحمت شده. صبر کنید من الان ترتیب کارتون رو میدم. این 3 تا چیز چیه پسر جون؟ اینه بالیچه مال سلیمون بوده، شب کلاه و خرجینم از اون بوده، اجی و مجی که بگی پا میشه، روونه اونور دنیا میشه. ما 2 تاییم اما 3 تیکه است اینا. چجوری قسمت بکنیمش حالا؟ این که جونم کار نداره، آسونه. آسونه؟ بله. لابد این بهتر از ماها میدونه. من یه دونه سنگ میندازم اون طرف، زود میپایی سمت هدف. هر کی آورد سنگ رو زودتر به دو، مال اونه هر 3 تا. باز عقل تو. اول دراری لباساتون رو تا که سبک بال باشین وقت دو. زود باشین برین لباساتون رو در بیارین. خیلی خوب، خیلی خوب. کلا دیگه توموناتون رو نمیخواد در بیاری. باشه. حاضر آماده این؟ بله حاضریم. تو 1 2 3 بگو. خیلی خوب. 1 2 3 خودوی ببینم. بچه علیه سلیمونمون حتما باش بری رو هوا دیدیم.
خدا جونم حالا چی باید بگم من؟ چی بگم خدا؟ میگه عجیب چجوری بگم بره هوا؟ عجیب مجی لا ترد نمیره رو هوا درک بگم تو مال مردم رو بالا کشید منم این قالیچه و شبکلا و خورجی رو بر میدارم واسه خودم خدا بی نه ترسیم وقتی حسابامو با دلارام صاف کردم بیارم بعدتون میگم برو قصد دلارام خاکی تو سرت کلاه گذاشت و در رفت کجا رفت؟ هوا رفت چرا رفت به سفر رفت ندر رفت دیدی همه چی هدر رفت بدو بگیرش که نرفت منم ادیو کی هستی؟ اینجا کیه؟ دلارام من اینجا کمک کنی یه جن تو اتاقه یه جن اومدم پس خودتو حاضر کن سعید؟ بله سعید این تویی؟ وای که منو ترسوندی ای کله یادت مستم کردی یادت آلت دستم کردی خوب گذاشتم دمتو لای تله ببینم خوشگله بامان بله منو ببخش نفهمیدم و نسنجیدم نفهمیدم چجوری شد اونجوری شد به مرگ تو دوست داری خاطر مرگ خودت مرگ همون که همراته دوست داره اسیرته و عبیرته برو بشین کنار اون میگه تو هستی یار اون با هم برین تو سبزه ها تو باغچه ها تو یانجه ها یه بری کنار چشمه ها آها کنار چشمه ها برام بیاد کرشمه ها باشه میرم ولی اگر خیالی داری توی در دیگه نه من نه تو علی چاقو رو بگیر خونشو بری اگر که داری اشتها الان میگم که بچه ها شراب بیارن و غذا زحمت نکش تو رو خودم دارم دعوا و غذا این خورجین سلیمونه هرچی بخوام توی اونه میخوای بگم که دوتا از زین بکنن سوار بشین لازم نکرده اسب من تو خورجینه میگی نه ببین قالیچه سلیمونه میری رو آسمون یهو بگو تو عجی مجی رو سوار شما بزن و برو خوشگل شدی خوشبو شدی خوب شد کمی گلاب زدی برین به یاد مام باشید شب نشده زودتر پاشید سعد شب و روز از فراق مهتاب زیبا در آتش می‌سوخت و در فکر آن بود که دست سرنوشت کی و چه وقت او را به وصال مهتاب می‌رساند و اما به دستور امیر سنگدل مهتاب زیبا در قصر خود زندانی شد فراق معشوق آتشی در قلب مهتاب برافروخت که وجودش را چون شمعی گداخته می‌سوزانید و آب می‌کرد آنقدر از دوری سعد اشک ریخت که کم کم شعله‌های فروزان چشمانش به خاموشی گرایید و دیدگانش کور شد کی؟ منم آب و غذا آوردم آب و غذا برای شما آوردم نمیخورم ببر غذا رو دلبر از گشنگی تلف میشیم چه بهتر پر از عذابی این چه زندگانی است کسی به فکر حال و روز من نیست بانوی من بخوری خواهش میکنم
نه گفتم که گرسنم نیست. عوضش من گشنمه. پلو میخوام. برجین من پلو بده. دلمه بکنی رفتم که آوردم 2 3 مجی لاترجی. آوردم بلندو خیلی جون خدا وایسا منم بیام نامد. ببین چجوری به من کلک زده نه؟ از قدیم گفتن نزن در کسی را که میزنن درت را. با یه سن کلک زدم قالچه را پسران شهبون گرفتم. اینم با یه سن به من کلک زده هم من گرفت دارم. خواهر جون، جون خواهر، این جوون کیه؟ این سعید پم بزنه. ندیده خیری از عشق گلندام به دست آن پری افتاده در دام. بگو خواهر علاج کار اون چیست؟ مگر درمان برای درد او نیست؟ چرا؟ باید ز برگ این درختان بچیند چون به هر دردیست درمان. بکوبد تلقی آن را به هر کس، شود یا سگ و یا خر یا که کرکس. آخه اینا چی میگفتن؟ هرکه این درخت شفا میگه. میگه خدا گرد حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید یه اتاق 5 دری. خدا حالا چجوری این چوغه رو آزمایش بکنم؟ برای آزمایش هست بهتر مبدل سوزم این سگ رو به یک خر. خر شد. حالا چطور این خر میتونه هیکل منو بکشه؟ ممکنه زبونم نال زیر این هیکل مافوق سنگین سقط بشه. پس بهتره که تبدیلش کنم به یک اسب. اسب شد. این برگارم بریزم تو کلام، شاید یه روزی به درد بخوره. خیلی خوب، بیا اینجا بینم حیوان. یه پا درخت نمیتونم سوار شم. مستر موویز. چه شدید پریشان؟ از چه شدید لالا؟ غم مخورید قربان. مهتاب ز دست من رفت، آفتاب من غروب کرد. اون ریشبازی که اومد یه خورده هارتو پورت کرد، ناچار شدم فراری. مردم ز بیقراری از هجر روی یارم. آن یار گلگذارم که از او نشان ندارم. بی حالم و بیمارم، برکی بکن به حالم. ای کاش یه خورده زودتر میپرسیدید از دختر نشونی خونش رو، اسم و رسم باباش رو یا اسم فامیلش رو. دیگه گذشت کار از کار، دست از سر ما بردار. قربان هنوزم دیر نیست. این آه و ناله از چیست؟ مخلص یه فکری کردم. بی خود نشین معطل. با لباس مبدل فردا غروب آفتاب برید به شهر مهتاب. تو شهر رو خوب بگردید. اگه پیداش نکردین اصلا فکرش نباشید. امیر شهر مهتاب دوست با شهر آفتاب. حتما اگر بدونه زود میکنه روونه، سواره و پیاده تو شهر و توی جاده، تا معشوق شما رو، اون نوگل زیبا رو بجورن و بیارن به دست ما سپارن. بلکن فعلا میرین تنهایی به اون شهر رویایی. شاید گیرش بیاریم، سری به سرش بذاریم. یقین دارم که اونم هستش در انتظارم.
دختری که بس زیباست، دختر پادشاه عادل ماست. هر دو چشمان اوش نابینا، نشده بهران دوا پیدا. هست درمان درد او آسان، قصر او را به من بده تو نشان. هر کسی درد او دوا بکند، خدمتی بر امیر ما بکند. همسر دختر امیر شود، ورنه در بند او اسیر شود. میروم من، امید من به خدا. برو فرزند، قصر او آنجاست. تو با این دختر دلبند من، دختر من هست چو جانم به تن. گر که مداواش کنی این زمان، چشم و چراغ منی ای نوجوان. بله. گر که دوای تو بود بین شمر، نیست نشانی ز تو روز دگر. شبیدی سدست، خواهشم این است که در این مکان یکه و تنها بگذارید من. بفرمایید شما. چشماتو واکن خوشگلیم، منو نگاه کن خوشگلیم. چشم قشنگ بادومت، صورت ملیح گندومت. حیف نبینی دنیا رو، حکیم باشی یه رعنا رو. این دنیا رو، این قصر و این چراغا رو. پدر، من میبینم، من میبینم. دخترم، پدر، پدر جانم. خدا را شکر چشمت گشته بینا، دگر میبینی این دنیای زیبا. هزارت آفرین، صد بارکالله، یقین عیسی نفس هستی. ماشاءالله. چراغانی کنید، آیین ببندید، برقصید و بگویید و بخندید. تو از این پس دگر داماد من، عزیز قلب‌های شاد من. یا دستت به دست او گذارم، شماها را به دست هم سپارم. چه سوت بلبلی هم میزنه. یه الطاف شما دارم تشکر. بله، هرگز نمی کردم تصور که در کارم شوم انسان موفق. سپاس بی حدم بر درگاه حق. مرا کاریست گر انجام گیرد، دل من آن زمان آرام گیرد. اگر رخصت دهیدم میروم من، قرارم با شما در بازگشتن. برو فرزند، اما گر بخواهی فرستم من به دنبالت سپاهی. مرا مردان زنگی هست بسیار، همه هستن مرد رسم و پیکار. نیازی نیست بر مردان جنگی، به ساز و برگ یا اسبان بنگی. روم تنها و آیم هر که زودتر، به قول خود وفادارم. چه بهتر. آفرین باریکلا، انگار بابات گوشای سنگینه. خب خدا به شما. الان دوباره سود میدم. خدا یار تو با خدا به هر راهی نگه تار تو با شرط فهمیدم. بازم تو؟ عجب سجانی هستی. تو هم الحق عجب معجونی هستی. بخور این ترکر و خرش و سیاسک، خرفته کودن بی حال و بی رنگ. دل از جوونه بردم، قایچه‌شو آوردم، خورجینشو گرفتم، به دست تو سپردم. حالا دیگه ولم کن، فکری واسه دلم کن. گمان کنم که خال شدی، بازم چه فکر شال شدی. تو این خونه چه دردته، چه مرگته. هر چی میخوای، هر چی بگی فراهمه. بگو ببینم چی چیز کمه. دلم میخواد بازار
و دلشاد باشم، برم به هر جا میل دارم. آره مگه من میذارم. خب ببینم حالا دیگه سر ما رو زیر آب میکنی و فلنگو میبندی ها؟ به خدا تقصیر من نیست، هرچی از زیر سر این زنه. من مثل کنیزی شدم آلت دستش. آره حرفاتو شنیدم، میدونم هرچی که از زیر سر این زن افریقه تمامه چون مادر فولاد دارد. فضولی نکن، الان میگم از قصد. از قدیم گفتن خوبه کو نمیرسه، اما آدم به حیوان میرسه. بشو بیمن بشو بیمن. ببرید حالا بهش بگو جای دوست کجاست فورا نشونه دیده. بیاین ببینین خانومتون چه دستوری میدن فورا اطاعت کنین. ندارم دستور کن خواهد. خب حالا تمام اونایی رو که از من گرفتی قالیچر و خورجین و شبکلا و زنگون رو برد و بی تو آدمت بکنم به در ناخون. نگاه کن چشگیه دیگه کافیه بسش ادب شد، آدمش کن. خیلی خوب اینم مز گل روی توی گل بدنو. آدمش کنم آدم چی میخوای از جون من؟ هرچی که از من بردی پیشته، زود باش ورد بیار. یالا زود باش مثلا کن فهمیدیم. بله بابا همین الان یالا زود باش برو ورد بیار. خوشت میاد از این جدبه؟ خوب دور برداشتم. نگاه کن بودی اون اسبه اونم اولاقه. اینجوری من پدر در میارم. زود بیار مسافرم میخوام برم کار دارم. با این ترکه پدرشی در بردم. به دشمن قربونش برم خورجین خودم. نگرده دستی نگرده. من باید اول تفتیشش بکنم ببینم شب کنم کو شب کنم ببینم اول مال خودم یا نه. آره مال خودمه. خب قالیچه گو. خیلی خوب قالیچم هستش. یالا زود با سنگون در بیارم. سنگون رو کلی باشید. سنگون کجا گذاشتی؟ خیلی خوب. نه نمیخورمش، میترسم پولدار بشم، خوشم نمیاد. خب حالا با من میای یا نه؟ آره معلوم از خدا میخوام. از خدا چرا میخوای؟ از خود من بخوای. اینو بگی به سر من بیا تو بغلم. جون من این دوستای من آدم کن. کجایی؟ خواهش میکنم اینا رو به صورت اولشون در بیار. آدم بعد چرا اینقدر کلفته؟ جونم نگاه کنین، یارو قیافش آشناست. ای وای خدا جون خودشه، آخر اومد کار خداست. ولی اگه این غلاما بشناسنش کشته میشه، اون سبیلای مردونش به خونش آغشته میشه. نترس خودم مواظبم، هوای کارم رو دارم. خانوما دستمالتون اجازه هست که بردارم؟ مواظبن، نمیتونم اینجا باهات حرف بزنم. نمیدونی که دختر امیر شهر خانومم؟ به جون من بیمیرم. اینا خلا ظالم بلا، زودتر چرا نگفتی؟ شب تو اتاق شم میذارم تو پنجره، به پا تو دام نیفتی. شنفتی؟ تو اتاق مهتاب بریم بشیر خبر بدیم. زندانش نیفتی. آموز دختر بی سرم و بی آزرم، فوراً به زنجیرش بگذید. پدرنم قربان با این بیگانه چگونه رفتار کنیم؟ به زندانش ببرید و به قل و زنجیرش بکشید تا پس از محاکمه محکوم و سپس معدوم گردد. خرد ببریدش به زندان. بده رحم کنی
تو از پیرس چشمه دختره گستاخی بیادم تو واسه ننگ فامیل منی پیرس اون جوون رو میشناسی؟ کدوم جوون؟ همون جوون که چندی پیش به دست اون چشمای مهتاب بینا شد. آهام بله یادم اومد. اون توپله اون مپله یک کمی خاله. درست میگم؟ درست میگی. باید بری دم دروازه کشیک بدی. هر وقت اومد بی سر و صدا دستگیرش کنی، زنجیرش کنی تا بعد خودم بهت بگم انعام خوبی بهت بدم. اطاعت قربان. به هر قیمتی شده پیداش میکنم و گوشه زندون جاش میکنم. حالا برو و اون یکی رو انقدر شکنجه بده که استخوناش خورد و خمیر بشه، بمونه گوشه زندون و پیر بشه. امر شماست قربان. آه چه شهر قشنگیه. آره اینجا شهر مهتابه. آدماش نگاه کن. همون شهریه که چش دختر امیر خوب کردم. میخواستن دختره رو ببندم به ریش ما اما نتونستم. هی رفیق اونجا رو نگاه کن. سلام علیکم. دف بشی میخوام بریم پایین. بره پایین. حالا رسیدیم تو خط. حالا میبینی چه پذیرایی مفصلی هم میکنیم. بله همون یاروه باید دستگیرش کنیم. بیا. نگفتم من تو رو جای بد نمیبرم، اما وقتی رسیدیم اونجا دختره نشد. خیلی خوب برو بریم. کرک با یه ماچ خرمون کرد. نختان دارم یا بیشوازمون. به چه جرأتی وارد قصر امیر شدین؟ کی به شما اجازه داده؟ به شما ها چه مربوطه؟ ما با هم دوستیم. دوست بی دوست به دستور جناب اشیر از این ساعت اسیر هستی. اشیر کی آخه؟ چرا؟ مزهرا چرا؟ خودی نمو بدین. یالا رادیو برو. چرا حرف نزنم؟ غلط میکنی؟ دارم بهت میگم بعد میبینی. حرف نزن بیاف جلو. چرا آخه بیام جلو کیه؟ برو تو ببینم. آهای بله قربان. به دستور جناب اشیر این دو نفر زندانی هستن. تحویلشون بگیر. تو رو جون مادر تو رو ارما خاک پدر جون اون داداشت خورشید منو بده من برم. زیادی حرف میزنی. خورجین اینجا طورش نمیشه. وقتی که تکلیفت معلوم شد رئیس قراولا پست میده. ولی این لیف ما کی معلوم میشه؟ معلوم اگه بخوای شلوغ کنی سر کارت با اینه. شما کی هستی؟ دو تا بنده خدا. چرا انداختن تو؟ به تو چه آخه؟ مگه تو فوزولی من؟ آخ داداش تویی؟ چاکرتم. حالت چطوره داداش؟ خوبی؟ چاکرتم. خوبی؟ تو کجا؟ اینجا کجا؟ مرغ بیاد پر میندازه. طرف کی همراته؟ این چیزمه. این یعنی زنمه. یعنی نه نامزدمه. یعنی میخوام مادر بچه هم بشی. چند وقتی تو اینجایی؟ چند وقتی؟ چند روزه چند وقته درست یادم نیست. چتی؟ منظورت از خب بگو ببینم از وقتی که از هم جدا شدیم کجاها رفتی؟ چی کارا کردی؟ داستانش خیلی مفصله. الان برای تعریف میکنم. میدونی من زود باش بگو امروز و فرداست که ببرن اون تو میدون گردن پدرشون در میارم گردن ما رو بزنن. ایها الناس از پیر و جوان مرد و کنان گوش کنید. به فرمان امیر عاقل ما امروز در پیش چشم شما یک خائن ناپاک که به یگان دختر محکومو بیاری ساخته با تیغ تیز جلاد به سزای خیانت خویش میرسد. عاقبت این مرد پست نابکار میزند ما را به دار. من نیدم مثل او در روزگار. مردم از این انتظار. ای برادر فکرشم اصلا نکن. این پا اون پا نکن. تو خدا هست از چیزی پروا نکن. آخه الانه میشیم با تیغ تیز هر دوتامون ریز همه خورداری ما راه گورید. آمدی تو سری کم بزن ور. واسه مردن خودتو حاضر کن. پاش بریم تو میدون تا بشه کیفت میزون. من بمیرم نه مکدون. یالا بینم منو ببرین به جای این
نمیشه، تو گنده جلاده خسته میشه. جای تو لباشار میبرین. برادر جلو خدا گریه نکن من ببینم. خداحافظ برادر، خداحافظ برادر، خداحافظ. حلالم کن. برو که حلالت کردم. اگه میشه یه فکری هم به حالم کن. برو برادر، امیدوارم جلادت به تیر قید گرفتار بشه. چه شده؟ چه مرگته؟ آخ اینجام، آخ اونجام. چیه داده بیداد میکنی ها؟ آی سرم، آخ سرم، آی دندونم، گردنم، چشمم، گوشم، دماغم، لپای کپلم، خلاصه همه جام درد میکنه. دیگه کجام درد میکنه؟ این گوشم، این یکی گوشم، همه گوشام با هم دیگه درد میکنه. نمیدونی دواش چیه؟ نه نمیدونم چیه. دواش تو اون خورجینه، تو اون خورجین شراب دارم. شراب؟ آره. از چرا زودتر نگفتی؟ حالا که من گفتم. خیلی خوب، زود باش برو برشته بیا جون مادره. آره کلو بیار قربانت. آخ دندانم، آخ خودم درش میارم. نه بده من خودم درش. این که کلاست. این کلاست اما به درد تو نمیخوره. کلاه قشنگه، بس ببینم به من میاد یا نه. نداری سری که وقت نداری سری. آب چطوره؟ میاد؟ من که نمیبینم. بده به من. نه این خرابسیاش بده به من قربونت برم. بده من اون کلاه اندازی سر منه. اون کلاه به دردت تو نمیخوره. تو این کلاه نمدی رو بگی به سرت. اونو بده به من اندازی سر من. بیا جلو بیا. کجا رفتم؟ به تو که من کجا رفتی؟ ولی قربان سرش به تنش زیادی میکنه. یالا بزن با تبرگردانشو. آدمی یا چوچه یا سگی همچی سرتو بزنم آخ نکی. آهای زکی اون دست سنگینی نکنه. شوخی با گردن دهاش ما هم شوخی. بزن گردنشو جلاد. بزن دیگه، برای کی معطلی؟ میخوام بیارمش پایین منینو، اما انگار یکی گرفته دست منو. یلا قاچش بکن مثل نمیشم. والا شدم منه. نه تچ آقا شمایی خواب داداش چون. آره منم قد شدم. چجوری؟ بچه من بوجونی بدی گردن تو بزنی. آرسفه جلاد خان داداش میدیله بیشش کن. خان داداش برش در. نه میخوای بگم گردنتو بزنه جناب اشیر. همچین قاچ بشی عین پنیر. چطوری تو خوبی نکر؟ چه وضعیه؟ چرا حکم اجرا نمی‌کنی؟ ای امیر با سلام دوست عزیز من. یار دیرینم کجا بودی؟ من انتظار تو رو میکشیدم. والا قربان همین که به دروازه شهر رسیدم به فرمان اشیر دستور دادن ما رو گرفتن انداختن تو اولفتونی. ها؟ چه میشنوم؟ اشیر؟ بله یا امیر. ببین کی به تو اجازه داد داماد ما را زندانی کنی؟ ولی قربانت شوم اونم که اون بالاست داداش منه. همون که جلاد میخواد گردنشو بزنه؟ بله همونه. دشمن منه. کی؟ ولی چون برادر توه دستور میدم آزادش کنن. باری کلا آزادش کنن. باری کلا. به منی؟ نه خیر با داداشم. قربونت شما پشتی بدیم بانی من آزاد شد. آزاد شده. دست بفرمایید. چاکر شما رو دست نوا کن. عجوزه رو بزنی ها. قربونت شما. چاکرتم خندم. خدایا. درود فراوان. درود بر شما. اینا کیه؟ میخوای منم
اینا رفیقای به مشاور اعظم به شهر مهتاب خودت هم آمدی. چطوری تا؟ خدا را شکر که سرانجام امیر بزرگوار خود را یافتم، تصدقت کردم. نکی حالا میاد نکت نه تو کار دستانه داشتم. ببینم چه گفتی امیر شما؟ من قربان امیر بزرگوار و سرور نقار ما ایشانه. داداش منی. چیکار کنی؟ عجبا حیرتا. پس چرا ما نمیدونستیم؟ چرا زودتر خودتو معرفی نکردی؟ چرا نگفتی تا گاو و گوسفند جلوی پایت سر ببرن؟ خاطرخواهی حواسشو پرت کرد و مانعی نداریم. میگم هرچی داده جونم. بلندم اینجا تو که رفتی آخر قصد نوکریدم چشت درویش کن خاطرخواه نشی. اینجا خودت بگی میخوام به جناب امیر معرفیت بکنم. بله این هم بودم ما با هم اگه همت کنی و ما رو دست به دست بدی تو ببینی تو دارم چادر خودم. من به تو مدیونم کپل جان. چراغانه کنه دایره بنده. برای دانلود فیلم های بیشتر به تارنمای مستر موویز مراجعه نمایید.